صوفیای من داستان سرگشتگی‌های زن ایرانی است که در چنبره قانون و جامعه گرفتار آمده است و به گونه‌ای خاطره بسیاری از اتفاقهای قضایی سالهای اخیر در ایران را برای تماشاگرش زنده می‌کند. این نمایشنامه را که نوشته نصرالله قادری، نویسنده، منتقد و کارگردان سرشناس تئاتر است، مروارید رمضانی در 16مین جشنواره کارگردانان مستقل، آماتور و نیمه حرفه‌ای آپاستروف در شهر پراگ با بازی سیامک احمدی و آرایه صدر به روی صحنه برد. صوفیای من در این جشنواره توانست جایزه مخاطبان را از آن خود کند. همزمان با حضور این کارگردان در پراگ فرصتی دست داد تا با او پیرامون این نمایش گفتگویی داشته باشم. نمایشنامه در دوره معاصر میگذره، ولی ما چیزی که میبینیم یک رفت و آمد کلامیه بین شعر و گویش معاصر. یعنی این رفت و آمد میبینیم، گاهی اوقات هم شعر کلاسیکه و آدمو پرت میکنه به گذشته. این یه حالت گسست ایجاد نمیکنه، گسست ذهنی واسه تماشاچی، یا اینکه گاهی اوقات فکر نمیکنی جوری میشه که خیلی شخصیت صوفیا و اون حصار تنهایی، اون سلول زندان و اینها خیلی دیگه اگزاجره و اغراق شده به نظر برسه؟ به نظر من این نمایشنامه سراسر گسست ذهنیه. اصلا باید این اتفاق بیفته، چون که صوفیا در عین حال که نمایش شروع میشه 7 لایه شخصیت رو داره بازی میکنه. در حالی که توی زندان هست، توی دادگاه هست. در حالی که توی دادگاه هست، در زندگی شخصیش کنار کمال معشوقش هستش. و شخصیت صوفیا یه شخصیت عاشق و شاعر هستش. و نمایشنامه وقتی از غروب خورشید شروع میشه و تا طلوع خورشید ادامه داره، لحظه به لحظه به جنون صوفیا اضافه میشه. جنونی که در واقع از عشقش نشأت میگیره، عشقی که باورش نمیشد که این کار، این رفتار باهاش بشه. من فکر میکنم تا نظر شخصی من هستش، دوست داشتم که این اتفاق بیفته، دوست داشتم که تماشاگر توی یک لحظه نباشه و فکر نکنه که خب الان دیگه توی سلول زندان هست و تمام. نه، تماشاگر باید هی سلول زندان باشه، دادگاه باشه، توی جایگاه در واقع محاکمه کننده باشه، توی جایگاه محاکمه شونده باشه. توی طراحی صحنه اصلی که من داشتم که متاسفانه نتونستم اونو توی اینجا ارائه بدم به خاطر اینکه سنگین بود و اصلا امکانش وجود نداشتش، دکور من یه حالت متحرک داره و تماشاگر از اول کار تا آخر کار داره میگرده دور صوفیا و وجود اون آینه هایی که توی صحنه هستش باعث میشه که تماشاگر در این حال که داره نمایش رو میبینه حرکت میکنه، آینه رو میبینه و آینه خودش رو میبینه و دوباره حرکت میکنه، نمایش رو میبینه و دائم این کشمکشه هست بین تماشاگر بازیگر و هی جایگزین میشه این شخصیت ها با هم دیگه. ولی من توی اجرای این نمایش کاملا بر تکنیک اجرایی و ارائه هم معتقد بودم و کاملا به متن وفادار بودم و به هیچ عنوان، همین که دارم میگم که من حاضر نبودم یک واو این نمایشنامه رو حذف بکنم. من خیلی راحت میتونستم ایران اجرای عموم بگیرم، خیلی راحت، ولی حاضر نبودم به خاطر خوشایند خودم، به خاطر اینکه کارم اجرا بشه، دیده بشه و شناخته بشه، حالا هر چیزی که هر کسی ممکنه فکرشو بکنه، حاضر نبودم یک واو از متن آقای قادری رو جابجا بکنم، چون این متنه و من انقدر به این آدم و نویسنده این آدم اعتقاد دارم و فکر میکنم که انقدر این آدم کارش رو بلده که هیچ جای نفوذی در کارش وجود نداره که من در جایگاهی نیستم که بخوام روی متن ایشون قلم ببرم. چه قسمت هایی بود که ممیزی بهش میخورد تا اینکه نمایش بتونه اجرای عمومی بگیره توی ایران؟ من نمیدونم چه قسمت هایی بود، ولی همیشه مشروط بود دیگه. این برمیگرده به سلیقه مدیرای وقت و شاید مثلا یکی از یک صحنه خوشش نمیومد، اصلا به نظر من هیچ جای ممیزی نداشتش کار، چون این متن و این نمایش کاملا متن اجتماعی هستش و اگه برای مثال این اتفاق
اتفاق واقعی این نمایشنامه توی یک کشور دیگه میافتاد و این آدم که نویسنده هست از اون یک برداشتی میکرد، شاید هیچ اتفاق نمیافته. به نظر من کاملا سلیقه‌ایه، اصلا هیچ جای ممیزی نداره. آقای قادری نویسنده این کار در جریان هستن. من از جنوبی ترین سالن تهران تا شمالی ترین سالن تهران که فرهنگ سرای بهمن و فرهنگ سرای نیاوران باشه، من واسه همه سالن ها این کار رو ارائه کردم و خیلی تلاش کردم. و یه وقت آقای قادری برگشتن من گفتن که مروت دست بردار از این متن، من حالم از این متن به هم میخوره که انقدر تو گیر دادی به این متن و ولش نمیکنی. و من دوست نداشتم این متن، چون واقعا شخصیت صوفیا رو دوست داشتم، اصلا دوست نداشتم بمیره. درسته که من هر کاری رو که در واقع تو جایگاه کارگردان شروع میکنم دلم نمیاد شخصیت هایی رو که با خودم هم در واقع نزدیک به خودم هستن به شخص دیگه ای بدم، چون خودم نه شاید یه از خود راضی بودن باشه، نه هر چیزی که دلتون میخواد اسمشو میتونید بذارید. ولی در مورد صوفیا خیلی فرق میکرد. صوفیا بیش از اندازه به خودم نزدیک بود، بیش از اندازه.